سلام به همه. طبق نظرسنجی توی گروهمون اولین مبحث آموزشی پست‌پرو هم که توی نرم افزار فتوشاپ انجام میدیم، برای همین لازم اولش یه خورده آشنایی پیدا کنیم با نرم افزار. من الان نرم افزار رو باز کردم، یه صفحه جدید درست کردم. حالا من در حین توضیحات سعی میکنم نکاتی هم که به ذهنم میرسه رو بگم، که اونایی هم که حالا مثلا میشه گفت تازه آشنایی پیدا کردم با نرم افزار دستشون راه بیفته، اونم گام به گام پیش بیاد. خب یه صفحه جدید چطوری باز میکنن؟ فایل، نیو. توی قسمتی که میاد شما یه دونه عرض، یه دونه ارتفاع میتونی بدی، یه دونه واحد میتونی بدی. این واحد معمولا شاید پیش‌فرض روی پیکسل باشه، روی سانتیمتر بذارینش. من الان عرض و ارتفاع رو برای کاغذ آچار در نظر گرفتم. حالتش هم لندسکیپ باشه دیگه، چون عرضش 29 میشه، ارتفاعش 21. رزولوشنش هم پایین گذاشتم، حالا سبک باشه. اینو تا 300 معمولا میشه برد بالا برای بالا بردن کیفیت کار. بعد کریتو که بزنیم یه صفحه درست میشه، یعنی یه بیس کار جدید. حالا یه نکته‌ای که همین الان میشه به عنوان اولین نکته بهش اشاره کرد اینه که ببینیم ما الان یه صفحه جدید درست کردیم که اون صفحه تحت یه لایه که اینجا قرار داره به اسم لایه بک‌گراند قرار گرفته. نکته اول اینه که همیشه اولین لایه یا اون صفحه بیزی که ما میذاریم قفله. ما اگر بخوایم این صفحه رو بتونیم روش کار ادیت انجام بدیم، دوباره روی این بک‌گراند کلیک میکنیم، یه پیغامی میاد، اوکی میکنیم، این دیگه از حالت قفل در میاد. حالا کلا کار نرم افزار فتوشاپ چیه؟ اینه که یه لایه ها رو روی هم زیر هم، حالا با تغییراتی که انجام میده باعث میشه که ما یه دونه تصویر رو ادیت کنیم. چطور؟ اینجا این گزینه یا کنترل جی Create a new layer بزنیم، لایه های مختلفی درست میکنیم. این عکس چشمم که این بغل هست، حالا مثلا اجازه بدید من این لایه ها رو پاک کنم. ما الان یه لایه صفر داریم، یه لایه یک. برای اینکه متوجه بشیم که کار اینا چطوری هستش، من یه رنگ به لایه یک میدم. از این قسمت این سطح رو انتخاب میکنم. رنگم که بخوام تغییر بدم یا از اینجا یا از اینجا میشه، حالا هر رنگی بهش داد. حالا قرمز میزنم، کل این لایه یک قرمز شد. حالا اگر لایه یک رو من فعلا خاموش کنم، لایه زیریش دیده میشه. پس ترتیب کار اینجا چطوریه؟ ترتیب کار به این شکلی که هر لایه‌ای که روی لایه پایینی باشه اون لایه دیده میشه. حالا من اگر بخوام لایه زیری دیده بشه، اینو میگیرم درگ کنم میارم بالا، میفته روی لایه قرمز، حالا لایه سفید دیده میشه. و به همین صورت. حالا اگه من بیام دوباره اینجا کنترل جی رو بزنم، یه لایه جدید بسازم و جی رو بزنم و یه رنگ مثلا زرد انتخاب کنم بهش بدم، الان این زرد روی ایناست. حالا اگر قرمز رو درگ کنم برم روی زرد، قرمز دیده میشه. پس به این ترتیب ما با لایه ها میتونیم کار کنیم و یواش یواش جلو بریم. متوجه میشین که اینا چقدر مهمن و میتونن توی کار پست‌پرو به کمک ما بیان. البته ما الان جلو بریم اول با شیت بندی شروع میکنیم، بعد توی مقاطع بالاتر پست‌پرو و کار حرفه‌ای‌تر رو انجام میدیم. خب اگه دقت کنین اینجا ما یه گزینه‌ای داریم به اسم اوپاسیتی. کار اوپاسیتی چیه؟ اجازه بدین من این لایه رو پاک کنم، یه عکس جدید وارد فتوشاپ میکنم. مثلا این عکس رو میارم. این عکس توی یک صفحه کاری جدید باز میشه. خب اینجا ما اگر کنترل آ رو بزنیم کل تصویر انتخاب میشه، کنترل سی، اینجا کنترل وی، اون تصویر رو یه کپی گرفتیم آوردیم توی این بیس کاریمون. الان ببینین اگه ما بخوایم این تصویر رو انتخاب کنیم باید کنترل تی رو بزنیم. کنترل تی رو بزنیم حاشیه‌هاش انتخاب میشه. تصویر رو میایم چیکار میکنیم؟
اندازه این بیس کاریمون میکنیم. توی ورژن پایین‌تر از فتوشاپ 2019 شما وقتی که شیفت رو نگه دارین این مربع گوشه ها رو بگیرین، تصویر به یه اندازه کوچیک بزرگ میشه. ولی توی 2019 برعکس، یعنی شیفت رو نباید نگه دارین که تصویر به یه اندازه کوچیک بزرگ شه. حالا من اینو اندازه میکنم. بعد که اندازه کردیم 2 بار کلیک میکنم روی تصویرم از حالت انتخاب در میاد. الان این لایه بالاترین لایه است، این تصویر رو میبینم. حالا کار اوپاسیتی چیه؟ من اگه اوپاسیتی این لایه، یعنی دقت کنید، شما هر کاری که میخواین انجام بدین باید اون لایه رو انتخاب کنید. اوپاسیتی این لایه رو که کم کنم میبینیم که یواش یواش لایه زیری دیده میشه، یعنی قدرت نمایان بودن لایه روی کم میشه. به صفر برسه کلا لایه زیر دیده میشه، 100 باشه کلا خودش دیده میشه. این کار خیلی کاربرد داره توی حالا کارهایی که در آینده جلو میریم و انجام میدیم. اینجا هم حالت قرارگیری این تصویره. مثلا میبینیم که حالا به شکل‌های مختلف، حالا بیشتر مثلا مالتیپلای و لایتین و اسکرین اینا به کار میاد. حالا جلوتر استفاده میکنیم. اینم روی نورمال باشه. پس الان متوجه شدیم که لایه ها چی کار میکنن، اوپاسیتی با هر. خب حالا یه نکته هم بگم، ما اینجا میتونیم اسم لایه ها رو هم عوض کنیم. یعنی بیایم روی این اسم لایه 2 بار کلیک کنیم، حالا هر اسمی که بهش میخوایم میدیم. حالا اینا جلوتر به کار میاد دیگه، یعنی موقعی که داریم چندین لایه داریم، برای اینکه مثلا اشتباه نکنیم متوجه بشیم هر لایه چیه، اسم خودش رو بهش میدیم و میدونیم. نوار ابزاراش هم اولین موو داره که با وی انجام میشه، یعنی وی رو که روی کیبورد بزنید میاد روی این حالت. توی هر لایه‌ای باشه میتونید اون لایه رو تکون بدید. میبینید من الان لایه 1 رو انتخاب کردم با اینکه زیر لایه ایموره، ولی اونو من میتونم تکون بدم. یعنی اونو که انتخاب کردم باز کنترل تی رو هم بزنم اون لایه انتخاب میشه، اون کوچیک بزرگ میشه. برای همین خیلی باید همیشه حواستون باشه که موقع انجام فرمان لایه‌ای که میخواین رو انتخاب کنید. بعد یکی دیگه از ابزارهای مهم توی فتوشاپ ابزار سلکشنه که با M یا اینجا آیکونش اینجاست، حالا طریقه‌های مختلفی داره. امو که بزنین باز روی اون لایه‌ای که میخواین درگ کنین، ما چون مربع مستطیلش رو انتخاب کردیم به این شکل انتخاب میکنه. من اینو انتخاب کردم، دیلیت رو میزنم، این قسمت از روی این لایه پاک شد، لایه زیری دیده میشه. کنترل دی از حالت انتخاب در میاره، کنترل زد بک میکنه فرمونایی که انجام دادیم. من میخوام یه قسمت از اینجا رو انتخاب کنم، یه قسمت از اینجا. امو که زدم میام روی این گزینه، یعنی حالا من قبلا اینو استفاده کرده بودم، پیش‌فرضش روی اینه تکی، یعنی وقتی روی تکی باشه اینو بکشم آخرین درگ رو انجام میده، ولی روی این باشم اونو که کشیدم اینم که کشیدم جفتش رو حساب میکنه، دیلیت میکنم جفتش پاک میشه. کنترل دی هم از حالت انتخاب در میاد، همیشه کنترل دی رو باید بزنید. کنترل زد برمیگردونم. حالا یه چیز دیگه هم همینجا بگم، من اینو الان انتخاب کردم، میخوام فضای بیرونی این انتخابم انتخاب شه. روی این درگی که انجام دادم کلیک راست میکنم، گزینه Select Inverse رو میزنم، خارج اون انتخابم انتخاب میشه. حالا میتونم اونو دیلیت کنم، کنترل دی، کنترل زد برمیگردم. بعدیش هم اینم باز حالت سلکشن داره که با L انتخاب میشه. 3 تا حالت مختلف داره، پرکاربردترینش این وسطی است. مثلا موقعی که ما میخوایم یه قسمتی رو مثلا دقیق برش بدیم، البته اینم بگم زدو که بزنین میشه زوم کرد توی صفحه. بعد الو که بزنیم حواستون باشه الو که میزنیم باید ببینین روی کدوم از این هست. اگه من روی این باشم این انتخاب
میشه. کلیک راست میکنین روی اینو انتخاب میکنین، بعد الو که بزنین میاد روی اون. بعد مثلا شروع میکنم اینجوری با صبر و حوصله مثلا این قسمت رو مثلا برش میدم. حالا اینا رو بریم جلوتر توی پست‌پرو بیشتر باشه آشنا میشیم. حالا یه حالت داره، من یا بیام برسم به اولین نقطه، ببینین وقتی میام رو اولین نقطه چی میشه، اون حالت اون ال میاد با یه دایره دورش. حالا من اصلا موسم اینوره، اگه کنترل رو نگه دارم باز اون تصویر میاد. اگه کلیک چپ رو بزنم اتومات میچسبه، از اون جایی که هست میچسبه به اولین نقطه. حالا اگه من اینو دیلیت کنم این پاک میشه. بعدیش ابزار ماجیکه، سلکشن ماجیکه که خیلی پرکار برده. حالا اینو من بعداً میگم. یه تصویری که زیاد رنگ بندی نداشته باشه. حالا بذارین یه بار اینجا امتحان کنم. ببینیم مثلا ما اگر بخوایم یه تصویری رو کلا انتخاب کنیم، ماجیک رو میزنیم، ببینیم الان اومد تو این تونالیته این رنگ رو کلا انتخاب کرد. حالا این قدرتش هم اینجا مشخص میشه. اگه من کنترل زد رو بزنم اینو مثلا بذارم روی 10، قدرت انتخابش ببینیم کمتر شد، دقتش میره بالا. حالا اینا رو باز جلوتر دقیق ترش میخوایم، ولی خب ماجیک هم یک ابزار پرکاربرده. بعدی هم کراپت، یعنی تصویرتون اگه مثلا بزرگ باشه کوچیک باشه، کوچیک که نه بزرگ باشه بخواین اندازش کنین، کراپت رو میزنین. بعد مثلا من میخوام تصویرم انقدر محدود شه، بعد که کلیک کنم بقیهش حذف میشه. بعد حالا مثلا من میخوام، حالا اینو بهتون نمیگم، من یه کاری انجام میدم اینجا. یه کپی از اینجا گرفتم. خب من میخوام این رنگ اینجا رو توی این لایه جدیدی که ساختم ببرم، ولی نمیدونم رنگ اینو چطوری بسازم. صدا میزنم، میام روی این، بعد میام روی، دقت کنید باید روی اون لایه باشین که میخواین اون رنگ رو از روی اون عکس انتخاب کنید. میزنم، ببینید رنگ اینجا رو برام انتخاب کرد. اینجا رو بزنم رنگ اونجا رو برام انتخاب میکنه. یعنی اون رنگی که نیاز دارم رو با این ابزار انتخاب میکنم. بیشتر هم همین اولیه کاربرد داره. بعد حالا این توی 2019 یه توضیح هم داره، مثل ویری، میگم ویری مثل رویت که روی تصاویر می توضیح میده، اینم توضیح میده. من 2019 تازه نصب کردم به خاطر اینکه رزولوشنش با رزولوشن مانیتورم بخونه. حالا کار نداریم. روی این عکس مثلا من اینو انتخاب میکنم، بعد میرم توی این لایه، حالا از زومم در میام. خب اگه پایینت رو بزنم یا جی روی صفحه کلیک کنم، اون رنگ رو آورد توی این لایه جدید من اضافه کرد. میبینید به همین راحتی. حالا اینو شاید اگه دقیقا متوجه نشدین جلوتر بریم خیلی بهتر، چون خیلی کاربرد داره، زیاد استفاده میکنیم. دیگه هم که بیشتر برای روتوش تصاویر استفاده میشه. خب ما زیاد استفاده نمی کنیم. بعد یکی دیگه از مهمترین ها همین براشه که براش رو میذاریم برای بعدن چون خیلی مهمه. بعد اریز، حالا اریز پاک کن رو میگم. ببین ما وقتی اریز انتخاب میکنیم میبینیم که موس به چه شکلی در میاد. این اندازه است. وقتی که ما آلت رو نگه داریم، کلیک راست روی موس رو نگه داریم، اندازه این تغییر میکنه. وقتی آلت رو نگه داریم کلیک راست کنیم، به چپ و راست درک کنیم، اندازش تغییر میکنه. بالا ببریم، میزان سختی و نرمیش تغییر میکنه. پایین بیاریم سختیش بیشتر میشه، بالا ببریم نرمیش بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی الان من توی این حالت با این اندازه میام این لایه رو اینجاشو میخوام پاک کنم. میبینیم اطراف حالت کدر داره، محوه. ولی اگه سختیشو زیاد کنم، میبینین
کاملا لبا هم مثل داخله. اینم بازی ترفندیه که خیلی استفاده میشه، جاهایی که لبایی که ما میخوایم محو کنیم و اینا. حالا یه چیزی هم همینجا بگم، من اینجا رو کلیک میکنم، شیفت رو نگر میدارم، اینجا رو کلیک میکنم، یه خط صافی رو برام پاک کرد. پس اگه بخواین یه جایی رو یه خط صاف پاک کنین، دیگه موس رو نگر نمیدارین درک کنین این ور اون ور شه. کلیک میکنین، شیفت رو نگر میدارین، مثلا تا اینجا یه خط صاف، تا اینجا یه خط صاف، تا اینجا یه خط صاف. بعد آلت کلیک راست، درگ به چپ و راست بزرگ میشه. بعد مثلا داخلش رو شروع میکنین حالا با ظرافت بیشتر پاک کردن. این هم فرمان اریس. خب سطح رنگ هم گفتم که همون پاینت میشه و بقیه هم تکست و اینا هم که حالا بریم جلوتر توی شیت فندی ها بیشتر بهش میرسیم. اینا هم که تغییر رنگ و بعد برای جلسات بعد یه دونه مالتی ساب آبجکت رو میگم، یه دونه ماسک رو میگم، بعد دیگه شروع میکنیم شیت فندی ها رو انجام میدیم و دیگه فسفر رو. و حالا در کنار اونم باز مواردی که قطعا هست و باز اضافه میکنیم و آموزش ها رو تکمیل.